با عرض سلام و روز بخیر خدمت دوستان عزیزم. امروز در خدمتتون هستم با آموزش یک سری نکات بسیار مهم در مورد عکاسی پورتره. ما در جلسات گذشته اومدیم راجع به یک مدل های عکاسی صحبت کردیم، مثلا مدل بیوتی، مدل رامبراند. اما این جلسه میخوایم به شما یاد بدیم که شما چگونه نور اصلیتون، ببینید من با نور پرکننده بک‌گراند، نور مو کاری ندارم، راجع به نور اصلی دارم صحبت میکنم. میخوایم بدونید در نظر گرفتن هیچ تکنیکی ما نور اصلیمون رو چگونه در کدوم قسمت از سوژه قرار بگیریم که بتونیم عیوب صورت سوژه رو از بین ببریم. ببینید اسم کار ما نور پردازیه، بنابراین ما باید پردازش نور انجام بدیم. مثلا شما وقتی میرید پیش یک آرایشگر یه سری گریم انجام میده برای اینکه چیکار کنه؟ عیوب صورت شما رو بپوشونه. خب ما هم باید با پردازش نور دقیقاً همین کار رو انجام بدیم. ما یک منبع نور داریم، منبع نور اصلیمونه. میخوایم ببینیم با توجه به مدل صورت سوژه‌مون منبع نورمون رو کجا قرار بدیم که صورت سوژه ما بهترین نمود داشته باشه. خب ما قبل از اینکه این کار رو انجام بدیم اول باید بدونیم که ما مدل‌های صورت آدما با هم فرق می‌کنه. مثلا یک سری‌ها هستن صورتشون بهشون میگن در اصطلاح گرین میگن صورتشون مستطیلیه، یک سری صورت‌ها میگن زوزنق است، یک سری صورت‌ها میگن دایره‌ایه و انواع مختلف میگن. ولی کدوم مدل صورت خوبه؟ یعنی ما باید تلاش کنیم که صورتش رو به کدوم سمت ببریم. بهش میگن مدل صورت بیضی. یعنی ما باید جوری نور پردازیمون رو انجام بدیم که نور روی صورت ما جوری نشون داده بشه که صورت سوژه ما هر شکلی که داره، مستطیل، دایره است، هر شکلی داره به فرم بیضی تبدیل بشه. درسته؟ خب من منبع نورم رو روشن میکنم. اولا توضیح میدم من از کاسه استاندارد استفاده کردم چون قطر کمی داره. میخوام شما نور رو ببینید با توجه به شرایط نور فیلم برداری ما که باعث میشه شما نور رو سخت‌تر ببینید و یه مقدارم منبع نور رو به صورت سوژه نزدیک کردم، ولی در واقعیت انقدی منبع نور نباید به سوژه نزدیک باشه، این شما رو به خطا نندازه. من فقط منبع نور رو اینجا گذاشتم برای اینکه شما بتونید نور رو قشنگ رو صورت سوژه‌تون ببینید. اولین مسئله که باید توجه کنید، من اصلا منبع نور رو میذارم کنار و راجع به صورت سوژه‌ام نگاه می‌کنم. اولین نکته‌ای که باید به شما توضیح بدم اینه که نمای تمام رخ خیلی نمای خوبی نیست برای عکاسی. شما اگه سوژه‌تون صورتشون گرده، خب این وقتی تمام رخ میشه گردی بیشتر نمایش داده میشه. ولی وقتی سه رخ سوژه قرار میگیره، به خاطر اینکه یک سمت سوژه داره میره به سمت بک کم میشه، بنابراین اون دایره‌ای و گردی صورت کم میشه. خب این کمک میکنه. حالا برعکس صورت سوژه لاغره. خب وقتی صورت سوژه لاغره، از روبرو لاغرتر دیده میشه. دوباره وقتی میچرخه این دفعه یک کم گستردگی پیدا میکنه و دوباره به فرم بیضی نزدیک میشه و صورت سوژه بهتر دیده میشه. آیا تمام آدم‌ها باید سرخ یا نیم رخ باشن؟ معمولاً، ببینید من کلمه معمول استفاده می‌کنم، معمولاً نمای سرخ نمای بهتری هست از نمای تمام رخ. اما من سوژه‌ای دارم، فک بیرون زده داره، دماغ عقابی داره. وقتی دماغ عقابیه، هر چقدر به سرخ و نیم رخ نزدیک میشه فرم عقابی واضح‌تر میشه. پس اینو آدم که دماغ عقابی شدید داره، اینو من اتفاقا متمایلش میکنم به تمام رخ. اونایی که فک بیرون زده‌ای دارن باز متمایلش میکنم به تمام رخ. چرا؟ چون این هر چقدر که مایل ترشه این حالت فک بیشتر دیده میشه. میگم مبحث ما الان راجع به پردازش نوره. من الان نور رو روشن میکنم، به سوژه‌م هم میگم سرخ بشینه که الان زحمت کشیده و سرخ نشسته و نور رو روبروی صورت سوژه‌م قرار میدم. خب وقتی صورت سوژه من پر هست، دایره‌ای هست، من میام منبع نورمو به سمتی حرکت میدم. اصلا دیگه راجع به مدل نور پردازی رو فراموش کنید، دارم در فرم کلی میگم. منبع نور اصلیمو به سمتی حرکت میدم که نور طوری حرکت کنه که صورت سوژه من به جای فرم گردی فرم بیضی بشه و این سمت صورت سوژه من تو تاریکی بره، نه شادو، میدتون‌های تاریک‌تر، که این سعی کنه که به این سمت سوژه من یه فرم استخونی بده. حالا فرض میکنیم که صورت سوژه من استخونیه. اول اسم این نور پردازی رو بگم. برای صورت‌های چاق
گرد، صورت‌های بزرگ که ما منبع نور رو میچرخونیم و طوری که اون سمتی که به سمت دوربین سایه قرار بگیره، پس قانون سایه ها سر جاشه، سمت سایه به سمت دوربین. آیا من میتونم منبع نور رو اونوری بچرخونم؟ نه، باید اینوری بچرخونم، نور روی صورت من به فرم بیضی برسه و اون سمت بره تو سایه که صورت سوژه من لاغر بشه. به این مدل نورپردازی میگیم مدل نورپردازی کوتاه، چون نور رو دارم کوتاه میکنم. حالا صورت سوژه من لاغره، چیکار میکنم؟ اگر من نور اونجا بذارم و اون سایه ایجاد بشه که این لاغری بروزش بیشتره، برای من منبع نورم رو میچرخونم میارم تا جایی که این گونه صورت من که فرو رفته است به خاطر لاغری روشن بشه. چقدر اینا میچرخونم؟ انقدری که کنتراست بین استخوان فک و گردن کم نشه. یعنی باز هم روبرو نباید قرار بدیم، یه مقدار مایل‌تر تا جایی که این سمتی که به سایه رفته روشن‌تر بشه. به این مدل نورپردازی که وقتی صورت سوژه من لاغره، من منبع نورم رو میچرخونم که صورت سوژه‌ام بیضیش به جای اینکه این ور تشکیل بشه روبروی دوربین تشکیل بشه. ببینید الان بیضی صورت روبروی دوربین تشکیل شده نورش. به این میگن نورپردازی گسترده. پس نورپردازی کوتاه برای صورت‌های چاق و نورپردازی گسترده برای صورت‌های استخوانی و لاغر هستش. کلاً من اینو خاموش کنم چشم سوژه‌ام اذیت نشه. کلاً در نورپردازی ما 3 گزینه داریم که روشون مانور میدیم برای اینکه عکس خوبی از صورت سوژه‌مون بگیریم. یکیش جایگاه نور و ارتفاع نوره. ببینید من اومدم نورم رو چرخوندم برای اینکه صورت رو چاق یا لاغر کنم، به فرم بیضی نزدیک کنم. توضیح دادم بهتون منبع نور باید بالاتر از سر سوژه باشه. آیا منبع نور میشه پایین تر از سر سوژه باشه؟ وقتی ما مثلا این بیشتر برای فیلم سازیه، وقتی میخوایم شخصیت پردازی کنیم، میخوایم صورت سوژه رو ترسناک نشون بدیم، میایم چیکار میکنیم؟ منبع نور رو از پایین میگیریم. منبع نور از روبرو اصلا منبع نور خوبی نیست، چون اون کارو تخت میکنه و ما اصلا نور تخت هیچ وقت تو پردازش نور نمیپسندیم. ولی منبع نور از بالا جای بهتریه. پس یکی شد جایگاه نور که از نظر ارتفاع کجا باشه، از نظر مکانی کجا باشه. یکیش جایگاه سوژه است، سوژه تمام رخ باشه، نیم رخ باشه. گفتم دماغ عقابی تمام رخ، حالا فک بیرون زده تمام رخ. در سایر موارد معمولا 3 رخ بهتر جواب میده. حالا دماغ سوژه من عقابیه، من این منبع نور رو روشن کنم، یکم هم به سوژه‌ام نزدیک کنم برای اینکه شما سایه زیر بینی رو ببینید. دماغ سوژه من عقابیه. هر چقدر منبع نور بالاتر میره، سایه زیر بینی بلندتر میشه. پس اگر سوژه شما دماغ بلند و عقابی داشت، منبع نور رو ارتفاعش رو کم کنید که سایه بیاد بالاتر و بینی کوتاه‌تر دیده بشه. اگر از این مدل بینی هایی بود که کوفته‌ای به قول معروف بهش میگن و کوتاه بود، یکم منبع نور رو ببرید بالاتر تا سایه زیر بینیش ایجاد بشه و بینی کشیده تر دیده بشه. چقدر سایه زیر بینی زیاد بشه؟ سایه بینی زیاد بشه ولی نباید به لب برسه. این نکته رو باید شما برای این کار رعایت کنید. حالا مثلا ما خیلی عیبای دیگه هم تو صورت سوژه‌مون داریم که با ارتفاع دوربین برطرف میشه. مثلا سوژه من قبقب داره. وقتی سوژه من قبقب داره، ارتفاع دوربین جاش تکون نمیخوره، ارتفاع دوربین میاد بالاتر که قبقب جمع بشه. سر سوژه من کلکله، برق نور میفته، ارتفاع دوربین میاد پایین‌تر. 3 تا المان داریم برای ویرایش تصویر. 1 جایگاه نور توضیح دادیم، 2 جایگاه سوژه توضیح دادیم، 3 ارتفاع دوربین. حالا ما یه سوژه داریم کمپلکس این مشکلاته، بعد فکر کنیم کدوم مشکل رو با ارتفاع دوربین حل کنیم، کدوم مشکل رو با جایگاه نور حلش کنیم، کدوم مشکل رو با چرخش سوژه‌مون حلش کنیم. باید به اینا دقت کنیم تا بتونیم یه پردازش خوبی تو صورت سوژه داشته باشیم.
تکنیکی که الان میخوایم با هم دیگه آموزش ببینیم اسمش هست تکنیک ساید، اسپلیت یا پروفایلی. مثل تکنیک پروانه‌ای اسمهای متعددی داره ولی بیشتر معروفه به اسم ساید یا پروفایلی. خب ببینید ما در آموزشمون در نمای مدیوم کلوزآپ از جلسه اول که شروع کردیم گفتیم ما فرض میکنیم که سوژه ما در مرکز یک ساعت نشسته. خب سوژه ما دورش یک دایره فرضی در نظر میگیریم. البته میگم که شما در نظر بگیرید که سوژه من از بک‌گراندم فاصله داره، اینو در نظر بگیرید. ما به خاطر شرط فیلم برداری این کار کردیم، سوژه مقدار نزدیک به بک‌گراند نشسته و شروع می‌کنیم راجع به بررسی نورها تا برسیم به نور ساید. ما در جلسه اول اومدیم راجع به تکنیک پروانه‌ای بیوتی صحبت کردیم و گفتیم که دقیقاً نور سر ساعت 6 قرار میگیره، ارتفاعش بالا و مایل به سمت سوژه من و یک سایه شکل بال باز پروانه زیر بینی و زیر استخوان فکش تشکیل میشه. بعد گفتیم که اگر این نور تو مسیر دایره حرکت کنه، یعنی همون رینگ ساعته و حالا فرقی نداره وقتی سوژه ما تمام رخه که این سمت حرکت کنه یا این سمت، وقتی نور من یه مقدار حرکت میکنه، به طور مثال میره رو ساعت 7، خب قطعا وقتی نور میره این سمت سایه یک مقدار حرکت میکنه میاد سمت مقابل و گفتیم اسم این تکنیک میشه لوپ. اینا رو ما با هم بررسی کردیم. بعد دوباره گفتیم ما وقتی تو مسیر دایرمون حرکت میکنیم میریم تو 45 درجه سوژه‌مون ساعت 8 یا 4، باز میگم در نمای تمام رخ، چون ما در نمای سه رخ یه نیم دایره محدودیت داریم. تو ساعت عرض کنم خدمت شما 3 تا 6 محدودیت داریم، چون نور اگر بیاد تو این پلان قرار بگیره سایه میره پلان پشتی و عکس اشتباه میشه. خب گفتیم اگر نور بره تو ساعت 8 قرار بگیره، یعنی در زاویه 45 درجه، باز همون ارتفاع بالاتر و مایه، اتفاقی که میفته ما نور رامبراند برامون تشکیل میشه. حالا میخوایم نور رو بچرخونیم و ببریمش سر ساعت 9 قرارش بدیم. باز تکرار میکنم که اگر ما در نمای تمام رخ باشیم میتونیم اینو رو ساعت 3 هم قرار بدیم، نور اصلیمونو. خب وقتی که من میام اینو سر ساعت 9 قرار میدم، اتفاقی که میفته نصف صورت سوژه من روشن میشه و نصف صورت سوژه من تاریک میشه که به این میگن تکنیک ساید. بچه‌ها وقتی که نور رو ساعت 9 یا 3 قرار دادید، شات بزنید و چک کنید که نقطه نوری این سمت زیر چشش نباشه. اگر بود چند تا راه دارید. اولا اینکه میتونید جهت مودیفایرتون رو تغییر بدید، خب فالاف نوری شما رو کم میکنه، بهتر میشه. دوم اینکه شما فرض میکنید که سر ساعت 9 یا 3، ولی باید با گوشش تراز بشه. وقتی با گوش تراز میکنید این مشکل حل میشه. بنابراین وقتی که شات میزنید حتما بچه‌ها به عکساتون نگاه کنید، متوجه بشید که این نقطه نوره نباشه اینور و دقیقاً از بینیش به این سمت روشن باشه، از بینی به این سمت تاریک باشه. خب ما تا اینجا که اومدیم شما دیگه انواع مودیفایرها رو میشناسید. میدونید اگه نور نرم و پودری بخواید میتونید مثل من از سافت باکس استفاده کنید. اگر میخواید نور متمرکز داشته باشید میتونید از کاسه استاندارد استفاده کنید، بیوتی دیش استفاده کنید و عکس بگیرید. عکسی که الان دارید مشاهده میکنید عکسی هستش که من با تک نور اصلیم که سر ساعت 3 یا 9 به سلیقه خودم طبق اینکه سوژه من تمام رخ گذاشتم عکسمو ثبت کردم و شما دارید میبینید. ما یه دونه منبع نور داریم و یک سمت صورت سوژه من روشنه، سمت دیگهش بچه تاریکی مطلق نیست، میدتون ها هستند ولی کاملا تفکیک هایلایت ها و میدتون ها مشخصه. باز میگم به سلیقه شما اگه قراره که این کنتراست شدید تر بشه باید نوع مودیفایرتون بره سمت مودیفایرهای پر کنتراست و یا دیافراگمتون بسته بشه. خب حالا که این اتفاق افتاد من میخوام برم سراغ نور پر کننده. ببینید بچه‌ها ما در تکنیک ساید یه مقدار دستمون برای استفاده از نورهای رنگی بازتره، چون این تکنیک یک تکنیکی هستش که خیلی بیشتر آرتیستیه و میتونیم از نورهای رنگی خیلی خوب استفاده کنیم. خب من دقیقاً یک منبع نور میام تو ساعت مخالف، یعنی اگه نور اصلیم سر ساعت 9
نور پرکننده میاد سر ساعت 3 و بالعکس. بعد یه نکته الان خدمتتون بگم، ببین ما تا الان دست شما رو بسته بودیم، گفتیم نه از نورهای رنگی استفاده نکنید، سعی کنید تمرکزتون رو روی نور سفید بذارید. ولی الان بهتون میگم تو تمام تکنیکایی که در جلسات قبل گذاشتید یادتون باشه بچه‌ها، نور اصلی میتونه نور رنگی باشه. ما که شما شناخت خوبی از نور داشته باشید، فرق اوور و آندر رو بدونید، بهتون گفتیم که فعلا نمیتونید از نور رنگی استفاده کنید. ولی حالا بهتون میگم که مثلا در تکنیک پروانه‌ای، در تکنیک لوپ، در تکنیک رامران، در تمام این تکنیک ها شما میتونید به جای نور اصلی نور رنگی بذارید، هیچ اشکالی نداره. خب من یه نور پرکننده در جهت مخالفش قرار دادم. ارتفاع این نور هم دقیقاً باید بالا و مایل باشه، فرقی نمیکنه. باز اینا چک کنید، شات که میزنید امتحان کنید، نقطه‌ای از این اونور نباشه، یعنی دقیقاً تراز گوشش رو اگه بگیرید خیلی خوب میتونید این نورا رو در برید. خب عکسی که الان دارید مشاهده میکنید باز عکسی هستش که من نور اصلیم هست، نور پرکنندم هم هستش. یه سمت صورت سوژه من سفید و یک سمت صورت سوژه من فیلتر رنگی هستش. حالا اگه تو ذهنتون سوالی که آیا ما میتونیم دو طرف هم نور رنگی استفاده کنیم؟ بله، حتی میتونید مثلا بک‌گراندتون هم یه نور دیگه ای بدید، یه نور رنگی، یه فضای رنگی و آرتیستی رو ایجاد کنید. اما چالشی که عکاس مواجه میشه وقتی که میاد عکس ساید میگیره، اتفاقی هست که چشمای سوژه ممکنه تو تاریکی بره. خب من برای اینکه چشمای سوژه‌مو روشن کنم دوستان میرم سراغ رفلکتورم. این وسیله‌ای که من امروز دارم به عنوان رفلکتور استفاده میکنم مقوای فوم بورد هستش بچه‌ها. مقوای فوم بورد تو سایزهای مختلف هستش، اینترنتی میتونید خرید کنید، اصلا قیمت گزافی نداره و خیلی خوب به داد ما میرسه به عنوان رفلکتور. من سایه کجاست؟ مسیر چشمای سوژه. پس من بر رفلکتور تو مسیر چشم سوژم قرار بدم و عکس بگیرم. عکسی که الان دارید مشاهده میکنید عکسی هستش که من با همین فضای نوری گرفتم، فقط این قسمت پایین اومدم از یک رفلکتور استفاده کردم برای اینکه نور رو بازتاب بده و چش سوژه من که تو تاریکی رفته یه مقداری از تاریکی خارج بشه. بعد از اینکه این پکیج رو ما چیدیم، حالا سوال پیش میاد پس نور بک‌گراند، نور هیلایت، اینا چی میشن؟ اینا میتونن باشن، یعنی من الان میتونم اینو کنار بذارم، من الان میتونم، البته میگم ما برای فیلم برداری سوژه رو به بک نزدیک کردیم، من میتونم بکم رو از سوژه رو از بکم دور کنم و یه منبع نور بیام این پشت قرار بدم که پشت سر سوژه من و مقداری از سر سوژه من رو تحت تأثیر قرار بده و عکس بگیرم. خب عکسی که الان دارید مشاهده میکنید دوستان، عکسی هستش که من از این نور سوم استفاده کردم به عنوان هیلایت، که این هیلایت علاوه بر این که حالا موها روشن میکنه، قسمتی از سرشونه هم روشن میکنه، قسمتی از سر سوژه هم روشن میکنه. اینکه شما اسنوت نصب کنید، کاسه نصب کنید، سافت نصب کنید برای اینکه این نور پشت رو داشته باشید کاملا باز به سلیقه شما بستگی داره. یا یکی میگه نه من اصلا دوست ندارم این نور رو استفاده کنم، دوست دارم نور به بک‌گراندم بدم، سوژه‌مو از بکم جدا کنم، باز این به سلیقه شما به عنوان عکاس برمیگرده. خب حالا این تکنیک ساید در نمای تمام رخه. اگر سوژه من بچرخه و سرخ بشه چی؟ شما فرض کنید که سوژه من الان میچرخه، لطف میکنید در نمای سرخ بشینید، یه مقدار زحمت بکشید صندلیتون رو بیارید جلو، ممنون میشم. خب سوژه من میچرخه و در نمای سرخ قرار میگیره، چه اتفاقی میفته؟ باز نور ساید باید بره رأس یکی از ساعتهای 3 و 9 قرار بگیره. اگر نور من در ساعت 3 قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ پلانی که سمت دوربین روشن میشه، سایه میره سمتی که به عمقه و این اشتباهه در تکنیک های نور پردازی.
پلان تاریک باید سمت دوربین باشه. پس من نورمو وقتی که سرخ میشه سر ساعت 9 میذارم و باز استپ بای استپ پیش میرم. یعنی مثلا سوژه من که سرخ شد، استپ اول نور ساعت 9 رو تعیین میکنم، باز چک میکنم که از بینی به این سمت روشن بشه، هیچ نقطه‌ای حتی نقطه نوری نباید این سمت صورت سوژه من بیاد، اینجا باید یک دست باشه. بعد دوباره راجع به نور پرکننده‌ای که میخوام سر ساعت 3 قرار بدم فکر میکنم، میتونه نور سفید باشه، رنگی باشه، و بعد راجع به نور بکم فکر میکنم. من برای این تکنیک از شما هر دو جهت رو میخوام، یعنی هم میخوام که عکس ساید در نمای تمام رخ برای من بگیرید و هم میخوام عکس ساید در نمای سه رخ برای من بگیرید.